سلام به رفقای با وفای موشکا. آقا بال زدن سیدعلی همچنان ادامه داره. جیغ و بیغ خودش تو جمع جونورای ضد فرهنگ کم بود، زارت و زورت دایناسور نمره موقتش تو جمعه بازارم بهش اضافه شد. باید نظام و مسئولین هدایت و نظارت و بالاخص شورای عالی انقلاب فرهنگی باید هم هدایت کند مسئله فرهنگ را و هم نظارت کند، همانند یک باغبان که در حفظ گلها می کوشد و برای حفظ آنها علفهای هرزه رو می کند. مواظب باشیم علفهای هرزه در فرهنگ ما رخنه نکند و آسیب نرساند. صد رحمت به علف هرز، باز یه سبزی داره. تو آخه علف هرزم نیستی شقاقل، زهر زده ریش و ریشه ولایت و پکونده، بعد تو فکر رخنه ای؟ به جای روز خوندن واسه باغچه سیدعلی درد اصلی رو بالا بیار. دشمن بیدار است، صدها رسانه های صوتی، تصویری، مکتوب، اینترنتی در جهان اسلام مخصوصاً به راه انداختند که جوانها رو منحرف کنند، مردم رو منحرف کنند. آها فهمیدم، تو هم از مشتای دشمن به سر و صورت عظما شاکی ها. اقتدارتو برم هیولا که حتی جیگر نمی کنی اسم دشمنو بیاری. اما سگ داند و پینه دوست که در انبان چیست؟ یعنی هم تو میدونی هم موشکاف که دشمن بیدار کیه. بگذاری حالا بگو ببینم، واسه حفاظت از فرهنگ نم کشیده ولایت طرحت چیه؟ فرصت خوبی هست که آقایان از زیبایی های انقلاب اسلامی رو به دنیای غرب نشون بدن، بگن، فقط اکتفا نکنن فقط به مسئله مذاکره هسته‌ای. در جنب این مذاکره زیبایی های انقلاب اسلامی رو هم برای اونها تشریح کنن. لابد اون وقت تو رو هم باید به عنوان الهه زیبایی معرفی کنن ها. حالا خودت یه چشمه از اون زیبایی ها بیا ببینم چی تو چنته داری. ایک بیری یه زیبایی فرهنگی بیا که همه دنیا از نظام الگو بگیرن. من معتقدم که باید یه CD بسیار متین، منطقی، ارزشی وزارت ارشاد تهیه کند و در اختیار همه مردم به ویژه مغازه‌داران و خانواده ها قرار دهد. مغازه‌دار این CD رو باز کنه، از اون لحظه‌ای که در مغازه رو باز میکنه این CD فعال بشه. تا در مغازه است این CD، این نوار پخش بشه. شما ببینید چه اثری خواهد گذاشت وقتی یه بد حجاب بیاد وارد بشه به یک خیابانی، خیابان فرعی و به بازار، هر جا ببینه پر شده از این فریاد که خانم حرمت خون شهدا را حفظ کن، خواهرم جامعه رو آلوده نکن، خواهرم پوشش رو مراعات کن. مرتب این فریاد از مغازه ها بلند باشه. بابا یکی بیاد برداره ببره این زنجیری رو. طرف مغازه رو با استبل خونه آقا جونش اشتباه گرفته. اون CD رو هم ببر دم دکون ولی امرت بذار که صبح تا شب تو گوشش بخونه
اوهوی سید علی، عزم و کپک، جمع کن کاس کمچتو هری. این سرگردون بشی، آتیش رو بریون بشی، وقت مثل گل ها میشم تا کوت اون گلدون میشی. میخوام بیام تو بیتتون یه سیلی مهمونت کنم من، موتیزی دونت کنم من، حسابی دارونت کنم من. آره هیکل به این پر هیبتی، بازو به این پر قدرتی، حشمت داره و خوبم داره، عزم و چپر بسو کمر، بان خوردی ترک تو مکتر دوز و کلک. شاگرد تو این روستا امام، اون گور به گور این نفته شد، تو هم میری دام دام درم.